امیدوارم حالتون خوب باشه. من شهریار جوهریم و در سلسله ویدیوهایی که داره بارگذاری میشه به پشتوانه اسمارت ویزا در این چنل یوتیوبی قراره در مورد یکی از مهمترین اجزاء مورد نیاز برای بچه‌هایی که دوست دارن از طریق استارتاپ ویزا تجربه کار بین الملل رو در کشورهای توسعه یافته به دست بیارن صحبت کنیم که چیزی نیست جز انتخاب ایده مناسب. همونطور که میدونید وقتی در مورد ایده مناسب صحبت میشه بلافاصله بعدش میگیم که ایده باید نوآورانه باشد. این نوآورانگیش و دیگر مختصات مهمی که باید درش رعایت شده باشه رو میخوایم امروز خلاصه‌وار در موردش گپ بزنیم. خب همه چیز از جای شروع میشه که به نظر من یک ایده پرداز، یک مخترع حتما با یک وضعیت ذهنی از قبل روبرو شده و الا امکان نداره که بتونه به نتیجه خوبی در این فرایند برسه و اون وضعیت غرق شدن در روش‌های حل مسئله در ایده‌های موفق قبلی است. گرته برداری کردن و یا شبیه سازی کردن و یا الهام گرفتن همیشه بخش مهمی از فرایند خلق در ذهن انسان بوده و هست و خواهد بود. خیلی خیلی مهمه که کسی که قراره بره سراغ توسعه دادن یک ایده نوآورانه حتما در یک بازه زمانی خودش رو غرق کرده باشه در ایده های مشابه و در اینکه در گذشتگان ما در صنایع مختلف، در سکشن های مختلف ایده های نوآورانه چه معضل یا مشکلی رو هدف قرار گرفتن و معمولاً از طریق توسعه چه الگوها و پترن هایی تونستن اثر مثبتی بذارن برای حل یک مسئله. این مهم بسیار کمک میکنه که ذهن یک مخترع، اینونتور یا ایده پرداز ساختار صحیحی به خودش بگیره. معمولا نویسنده های بزرگ حجم زیادی از نوشته های بزرگان ما قبل از خودشون همیشه مطالعه کردن. فیلمسازهای موفق همیشه فیلم های خوب زیادی رو دیدن و تحلیلش کردن. معمارای خوب حتما پلن های ساختمانی زیادی رو در زندگیشون دیدن و باهاش سر کله زدن و سعی کردن که درکش بکنن. خب اینها به شما ذهنیت بسیار عالی رو خواهد داد. من همیشه با بچه‌هایی که صحبت میکنم وقتی میبینم رفتن سراغ ایده‌ای قبلش ازشون حتما میپرسم که چند ساعت به این کار مبادرت ورزیدن و خب ناامید کننده است که بعضی اوقات میگن هیچی. حالا چی جوری میشه اینو به دست آورد؟ ببینید دنیای نت به شدت الان به شما میتونه در این زمینه کمک بکنه. شما میتونید برید توی مراجع ثبت پتنت و پتنت های موجود رو مطالعه کنید. شما میتونید در مورد استارتاپ ساکسس استوری کلید واژه هاش رو سرچ بزنید و کلی استارتاپ های موفق و نحوه ایده پردازیشون رو مشاهده بکنید. شما میتونید مقالات ISI که در هر حوزه‌ای نوشته شده و ادعاهاش رو به صورت خلاصه‌وار برید بخونید و متوجه بشید که اون فردی که قصد داره از طریق ارائه یک ایده نوآورانه دانش رو عمق ببخشه معمولاً چه مسیری رو پشت سر گذاشته. خب این مراحل چهارگانه‌ای که می‌خوایم امروز در موردش صحبت کنیم واسه یه درک نوآورانگی یک ایده، پس مرحله اولش رو میتونیم با خیال راحت بذاریم تا جای ممکن دخیل بودن با روش‌های قبلی حل مسئله و موفقیت‌های احتمالیشون. ما میریم در لاین دوم بحث امروزمون که درک نیاز و تقاضا باشه و تفاوت‌هایی که ممکنه اینا داشته باشن. ببینید اصولاً نیاز یک امر کاملا ذهنی در بشره که فکر میکنه که باید یه چیزی رو به دست بیاره. منتها تفاوت ویژه نیاز با تقاضا اینه که در نیاز معمولاً انسان به سمت انجام و تحقق یک امر به صورت فیزیکی نمیره.
ماها هممون حداقل میتونم بگم اغلبمون همیشه به نامیرایی فکر کردیم، یک نیازه برای بشر که نمیره، ولی خیلی کم ما میبینیم که کسی را بیفته بره واقعا پول در بیاره و خرج بکنه برای اینکه من نامیرا بشم. این صرفا یه نیاز ذهنیه. از دیگر سو تقاضا قابلیت مهمش اینه که انقدر امر حیاتی هست، انقدر مهمه و انقدر نبودش آزاردهنده است که معمولا آدما براش همه کار انجام میدن. در تقابل با نیاز نامیرایی بیایید به تقاضای قرص برای مثلا مقابله با معده درد فکر کنیم. یه بابایی صبح خواب بیدار میشه و میبینه معده‌اش به شدت درد میکنه. طبیعتاً این رو به عنوان یک امر فلسفی ذهنی در نظر نمیگیره دیگه. بلند میشه میره داروخانه و حتما در مورد یه قرصی جستجو میکنه که دل دردش رو حل بکنه. یا همونطور که میخوام بهتون بگم برای اینکه یه وقت اشتباه نشه که ممکنه این کسی بگه خب این به خاطر اینکه قرصش همه میدونن هست، در صورتی که قرص نامیرایی که نیست. نه، من میخوام یه گام فراتر برم. این درست که روی نامیرایی هم داره تحقیقات زمینه‌ای زیادی انجام میشه، اما معمولا متمرکز بر اینه که با تغییر بافت‌ها و توانمندسازیشون چقدر میتونیم اون رو افزایش بدیم. کسی تو هیچ دانشگاهی الان در مورد نامیرایی تحقیق نمیکنه. از اون طرف ممکنه یه چیزی باشه مثل سرطان که هیچ دارویی هم واسش نباشه، اما به خاطر اینکه یک امر بسیار بسیار روزمره‌ای هستش که آدما نمیتونن بپذیرن که راهکاری واسش وجود نداره، خب هزاران پژوهشکده و لابراتوار در سراسر جهان دارن روی موضوع کار میکنن و متمرکز به دنبال راهکار هستن که خب اخیراً خوشبختانه شنیدیم راهکارهایی هم واسش داره پیدا میشه. پس خیلی مهمه که وقتی میخوای بری سراغ یک ایده‌ای حواستو جمع بکنی و مطمئن بشی که رفتی سراغ یک تقاضا، یعنی رفتی سراغ یک معضلی که الان که داری بهش فکر میکنی پاسخ مطلوبی یا براش وجود نداره، یا فکر میکنی که میتونه پاسخ بهتر و افیشنتر و کارآمدتر و راحتتر و ارزونتری براش وجود داشته باشه. پس خیلی مهمه که ما در ابتدای این مسیر حواسمون رو جمع بکنیم، راه اشتباهی رو نریم. من گاهن با عزیزانی روبرو میشم که ایده نوآورانه جذابی که دارن مرتبط با تقاضاییه که اون تقاضا تثبیت نشده. ضعف در درک تقاضا بعداً مشکل وایبیلیتی رو به همراه خواهد داشت برای یک استارتاپ. خیلی مهمه که در این فرآیند ما مطمئن بشیم از طریق درک سایز آف مارکت. برای مثال اگر شما یک معضلی رو دارید حل میکنید که حل اون معضل در جهان کنونی مارکت بزرگی نداره، یعنی احتمالاً شما تقاضا رو درست شناسایی نکردید و حتما باید روش یک بازبینی داشته باشید. حالا نکته مهم اینجاست که ما مطمئن شدیم ایدمون تقاضا محوره، یعنی آدمایی هستن که حاضرن براش پول بدن و واقعا به صورت مستمر دنبال به دست آوردنش باشن. اینجاست که به شما خیلی رویکرد مشاهده نظاممند میتونه کمک بکنه. مشاهده نظاممند این قدرت رو در اختیار شما قرار میده که توی مرحله مهم درک صحیح از مارکت خروجی خوبی داشته باشید. اصولاً از اونجایی که یک استارتاپ به عنوان یک مجموعه‌ای که ناظر بر ارائه یک محصول یا خدمات برای کسب سود هستش و تلقی میشه، بسیار بسیار مهمه که ارتباط صحیحی رو با مارکت برقرار کرده باشه. یک ایده قدیمی میگه که همه چیز از مارکت شروع میشه. ببینید ما توی استارتاپ ویکندا گاه هم با دوستان فنی روبرو میشیم که مثلا رفتن دو رشته‌های آیتی درس خوندن و بیش از این که نگران این باشن که ایدهشون واقعا در مارکت به نتیجه دلخواه میرسه یا نه، تمرکزشون توی یه فضای غیر مرتبط به همون ایده‌ای که به ذهن خودشون رسیده و صرفا خیلی هیجان زدن که اونو اجرا بکنن و دیگه به دنبال این نیستن که آیا واقعا مارکت علاقمند هست، کشش دارد یا ندارد. همونطور که میدونین در مبحث راه اندازی استارتاپ ها موضوع تایمینگ بسیار حساسیت داره.
در خیلی از پژوهش‌های قبلی که انجام شده که من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، به این موضوع دقیقاً اشاره شده که چقدر لحظه ورود به بازار یک استارتاپ با روش حل مسئلهش میتونه در موفقیت یا عدم موفقیتش تاثیرگذار باشه. شما تصور بکنید که یک استارتاپی اگر میخواد 30 سال پیش خدمات مربوط به سایبر سکیوریتی رو برای SME ها یا اسمال بیزنس ها یا کسب و کارهای کوچیک و متوسط ارائه بده، چقدر دوران سختی داشت. یعنی زمانی که فقط شرکت های خیلی بزرگ و دولت ها داشتن به صورت گسترده از کامپیوتر استفاده میکردن و حالا اینو مقایسه بکنید با آدمی که در سال 2016 یا 2017 میخواست سایبر سکیوریتی رو و یک راه حل رو در این زمینه ارائه بده. یعنی زمانی که همه شرکت ها و اغلب آدم ها داشتن از کامپیوتر استفاده میکردن و طبیعتاً واسهشون امنیت کامپیوترشون میتونست مهم باشه. پس درک مارکت و وضعیتش در این فرآیند به شدت تاثیرگذاره. خب ما الان ماجرای نیاز و تقاضا و درک مارکت و اینها رو به نوعی پشت سر گذاشتیم، اما اینجا نکاتی مطرح میشه. ما زمانی که داریم به پردازش اون ایده فکر میکنیم، مشخصاً چه مسیری رو باید بریم. معمولاً مهمترین سوالاتی که اینجا به وجود میاد در مورد تفاوت تفکر عمق‌نگر و تفکر سطح‌نگر و ترکیبیه. آیا ما بریم در مورد اون موضوعی که به ذهنمون اومده به شدت فوکوس کنیم و بریم تو اجزای خیلی ریزش که بفهمیم راهکار احتمالی چیه، یا نه یک چارچوب رو در نظر بگیریم، بیایم از عقب بهش نگاه کنیم و سعی کنیم از فرایندهای جانبی، از تکنولوژی‌های مربوطه‌ای که به وجود اومده و از ایجاد روابط ضبدری بین این مفاهیم به یک سولوشن و به یک راهکار برسیم. حقیقت اینه که اینا هر دوتاش خوبه، هر دوتاش لازمه. این برمیگرده تا حد زیادی به اون اینونتور یا ایده پرداز و مخترع که به این فکر بکنه که و تجربه بکنه که کدوم مسیر برای اون بهتر جواب میده. من به شخص خودم قطعا دومی رو انتخاب میکنم، یعنی معمولا با نگاه ترکیبی میرم سراغ حل مسئله، در صورتی که در خیلی از رشته ها و در خیلی از فضاها آدمای موفقی رو میبینم که با نگاه عمق نگر تونستن به نتیجه مطلوب برسن. این یکی دیگه چیزی نیستش که من یا هیچ کسی دیگه قرار باشه به شما بگه که چی کار انجام بدین. حقیقت اینه که شما از طریق تکرار و تلاش میتونید به این فرآیند برسید که بهترین راهکار ذهنی شما، بهترین پترن ذهنی شما برای پشت سر گذاشتن این فرآیند کدام هست. خب پس ما در مورد غرق شدن صحبت کردیم تو فرآیندها و روش‌های حل مسئله، بعد در مورد مارکت و درکش صحبت کردیم. لاین سوم در مورد رصد رقباست. ببینید اگر شما یه ایده‌ای به ذهنتون رسیده که مانندش به معنای واقعی کلمه و حتی چیزی شبیه به اون روی کره زمین وجود نداره، احتمال 99% اون ایده بیخوده. به خاطر اینکه نمیشه یک تقاضایی واقعا وجود داشته باشه و بشر براش خیلی اهمیت داشته باشه این حل این تقاضا و تا حالا در موردش هیچ کاری هیچ کسی هیچ جایی انجام نداده باشه، بعیده. قول میدم بهتون که بعیده. پس حتما شما رقبایی دارید، حتما کسایی دارن سعی میکنن اون نیاز یا تقاضا رو پوشش بدن و نکته مهم اینه که شما باید اونا رو بشناسید. به مجموع فرایندی که شما قراره برید سراغ رقباتون و دونه دونه دیتاهای بسیار متنوعی رو در مورد اینا استخراج کنید و سعی کنید هم روش حل مسئله، هم قدرتشون، هم تیمشون، هم مسیری که پیمودن و هم مسیری که احتمالاً قراره پشت سر بذارن رو بفهمید. بهش میگن نگارش یا در حقیقت کامپتیشن مپ کریشن، یعنی ساختن نقشه رقابت. آقا برای این نیاز مشخص، برای این تقاضای مشخص، رقبا موجود دارن دقیقاً چی کار میکنن، کجان، چه حرکتایی زدن، نقاط ضعفشون چی بوده، نقاط قوتشون چی بوده، کدوماشون موفق شدن، کدوماشون فیل شدن، کدوماشون توسعه پیدا کردن، کدوماشون بعد از سالها هنوز خیلی کوچیک موندن و هر کدوم از این اتفاقاتی که بهتون گفتم با یه سوال باید جواب داده شه. چرا؟ درک این چراها همون چراغ دقیقیه که این توانمندی رو به شما خواهد داد
که دقیقاً بدونید که کدوم مسیرها رو نباید برید. درسته که به شما دقیقاً نمیتونه بگه که کدوم مسیرها رو باید برید، ولی قطعا میتونه گزینه‌های شما رو محدود کنه. خیلی از تئوریایی که ممکنه شما داشته باشید برای حل مسئله رو ممکنه از گرته برداری از تجربه قبلی بهش برسید که دیگه لزومی نداره انجامش بدین. راحت ترین کارم من بهتون میگم چیه؟ یکی اینکه باید حتما توانمندی و یا تکنیک دیپ سرچینگ رو داشته باشید، یعنی قابلیت سرچ عمیق رو داشته باشید که سرچ عمیق خودش ماجرا داره، میتونید کیورداشو بزنید بعداً ببینید. ضمن اینکه پیشنهاد میدم به برگزار کنندگان این مجموعه از ویدیوها و سازندگانش که حتما بعداً یه برنامه با موضوع دیپ سرچ داشته باشین. و نکته دوم اینه که شما باید درک دقیقی درباره فیچرها یا قابلیت‌های کسب و کار خودتون داشته باشید. این ایده استارتاپی چه فیچرهایی داره؟ برای این موضوع باید شما با در حقیقت سندی که اسمشو میذاریم شرح سرویس ها یا پروداکت دیزاین حتما آشنا بوده باشید که اینم میتونه یه موضوع دیگه ای باشه که بعداً در موردش گپ بزنیم. این به این معنیه که شما چه فیچرها و یا قابلیت‌هایی که در مرحله اول توی ایده‌تون پیش بینی کردید و چه اونایی که می‌خواید در آینده بهش بپردازید و باید بدونید. یه لیست آماده کنید، مختصاتشو بنویسید و در این مرحله هیچ اشکالی نداره که ذهنیتتون بلند پروازانه باشه. اصلا بهش فکر نکنید که وای من مطمئن نیستم اینو بخوام چند وقت دیگه انجامش بدم. میتونم نمیتونم، پولشو دارم، نیروهاش هستن، نیروهاش نیستن. ذهنتو آزاد کن. اینجا هنوز شما وارد مرحله اجرا نشدی. هیچ ایرادی نداره که به پیچیده ترین حالتهای ممکن فکر بکنیم، به انواع و اقسام فیچرهای اعجاب انگیز فکر بکنیم. من یکی از این ایده های خودم رو داشتم چند روز پیش روش کار میکردم برای ثبت اختراع. از یک ایده ساده اولیه به 158 ادعا رسیدم. یعنی من تونستم با نگاه کلنگر 158 تا سرویس و خاصیت واسه این بنویسم. حالا آیا قراره که همشو انجام بدم؟ مطمئن نیستم، ولی حداقل میتونم بهش فکر بکنم که وقتی لیست فیچرها تو در میاری این قابلیت رو خواهی داشت که دونه دونه با دایرکت کامپتیتورهات، یعنی رقبای مستقیمت که بیشتر از همه نسبت بهشون احساس شباهت میکنی، دونه دونه این فیچرها رو چک بکنی که متوجه بشی آیا اونا دارن انجامش میدن یا نه، آیا قبلا انجامش دادن، آیا توی پورتفوشون، توی برنامه‌ریزی‌هاشون، توی ادعاهاشون آوردن که میخوان بعد از این انجام بدن یا نه. این سند رفقا انقدر مهمه که خدا میدونه. به خاطر اینکه بعضی از اوقات شما متوجه میشید بعضی از فیچرهایی که داشتید میرفتید سراغش رو باید بیخیال شید و برید سراغ یه سری فیچرهای دیگه که چه اتفاقی بیفته؟ که شامل مجموعه UVP و USP باشید. UVP خلاصه Unique Value Proposition، یعنی مزیت رقابتی یگانه، و USP Unique Selling Proposition، مزیت فروش یگانه. شما وقتی لیست فیچرهاتون رو با دقت فراوان و با استفاده از دیپ سرچ با قابلیت‌های کامپتیتورهاتون مقایسه می‌کنید، متوجه میشید که بیشتر باید برید سمت چه چیزهایی که نیست و در این حال افیشنت و کاربردیه. استارتاپی که 3 تا 5 تا یونیک ولیو پروپوزیشن و 3 تا 5 تا یونیک سلینگ پروپوزیشن نداشته باشه، با راحت بهتون میگم که یه جای کارش میلنگه. چه استارتاپ ویزا به شما بدن چه ندن، مهم اینه که یه جای کار میلنگه و این ممکنه بعداً در ساحت اجرا شما رو دچار دردسر و اتلاف منابع بکنه، پولتون و تایمتون و انرژیتون و از همه اینا مهمتر انگیزتون رو به فنا بده. پس ما 3 تا لاین اومدیم. از اول میگم غرق کردن خودتون در شیوه های حل مسئله. 2 درک نیاز، تقاضا، مارکت. 3 رصد رقبا، دیزاین فیچرها و تا جای ممکن افزایش یونیک ولیو پروپوزیشن ها و یونیک سلینگ پروپوزیشن ها. یه نکته خیلی کوچولو هم بگم، یکم طولانی میشه ویدیو ولی اشکال نداره. ببینین قصه اینه، یونیک ولیو پروپوزیشن
با ولی پروپوزیشن فرق میکنه. بعضی از دوستان اینا رو قاطی میکنن، یعنی میاد میگه این مزیت‌های منه. نه، مزیت نمیخوام، مزیت یگانه میخوام، یعنی کس دیگه این کارا رو تا حالا انجام نداده باشه. این یادتون باشه. خب بریم سراغ نکته 4. آقا من یه ایده‌ای پیدا کردم، کاملا روش حل مسئله‌شو مسلطم، مارکت رو چک کردم، مطمئنم تقاضاست، رقبای زیادی نداره، یا اگر داره دقیقاً کاری که من دارم انجام میدم و انجام نمیدن و من تا اینجاشو مطمئنم. گام بعدی چیه؟ قابلیت اجرا. به خاطر اینکه ممکنه همه این فرآیند رو شما پیش برید و در نهایت ایده‌ای که به دست اومده ایده خیالی باشه. نه خیالی به این معنا که واقعا قابلیت تحققش روی کره زمین وجود نداشته باشه، نه خیر، اصلا قابلیتش برای شما وجود نداشته باشه. شما با مجموعه‌ای از ناتوانی‌ها روبرو هستید. تعریف علم مدیریت چی بود؟ استفاده از منابع محدود برای به نتیجه رساندن و دریافت بهترین خروجی به شیوه نامحدود. داشته‌های کم، خواسته‌های زیاد. مدیریت این فرآیند دقیقاً محقق کردن این فرآیند میشه خود ذات کلمه مدیریت. شما اینجا دیگه جایی هستش که باید حتما حواستون به این باشه، مبتنی بر بوتسترپی که میخواید انجام بدید، پول اولیه‌ای که در اختیار دارید، توانمندی‌های ذهنیتون، اینکه اون صنعت رو چقدر قبلا به لحاظ ادویکیشنال و تحصیلی و به لحاظ اکسپریمنتال یا اجرایی و تجربی قبلا تجربه کردید، باید دست به انتخاب بزنید که آیا واقعا قابلیت اجراش هست؟ میتونید از پسش برایم؟ من میگم اینجور وقتا درسته که آدم از پس همه چی برمیاد، ولی خیلی خوبه که نگاهشو یه کوچولو خاکسارانه کنه. حواسش باشه که به نوعی به ماجرا نگاه بکنه که خدای نکرده بعد از این مدت به فضای نامطلوبی نرسه. اگر فکر میکنی که 50% توان لازم برای انجام این ایده رو داری، برو توش. 50% دیگهش ساخته میشه. ولی اگه 5%، اگر 2%، شاید خیلی عاقلانه نباشه. ما امروز خلاصه وار در این زمینه حرف زدیم که یه ایده نوآورانه چجوری میشه بهش رسید و احتمالاً چه قابلیت‌هایی باید داشته باشه. خبری که دارم اینه که این ماجرا اصلاً تموم نشده، چون قطعاً ما باید یه بار دیگه بشینیم مفصل در مورد مسیر رسیدن به این ایده ها خیلی دقیق با هم حرف بزنیم. چون خبر خوبی که براتون دارم اینه که کلی روش‌های تخصصی وجود داره واسه این ماجرا. در موردش باید گپ بزنیم که روش اسکمپر بهتره، طوفان زهری بهتره، ویژوالیزیشن بهتره، لیستینگ یا لیست سازی بهتره. میخوام و اینها به شما کمک خواهند کرد که به صورت دقیق در فرآیند ایده پردازی چه مسیری رو برین، از چه تکنیکایی استفاده بکنین که احتمالاً خروجیش بهینه باشه. فکر میکنم برای الان بسه، نمیخوام بیشتر از این ذهنتون رو به درد بیارم. سعی کردم که تا جای ممکن مفاهیم ساده بهتون منتقل کنم، ولی حتما قول میدم که بعداً دوباره برگردیم در مورد این موضوع و مفصل با هم گپ بزنیم. این از این و دیگه چی میمونه؟ دیگه آرزوی سلامتی واسهتون میمونه، آرزوی بهروزی و اینکه ما رو به بچه‌هایی که فکر میکنیم ممکنه این دیتا ها به دردشون بخوره معرفی کنیم. چرا که نه؟ تا بعد.